کدوم رفتار ایرانی‌ها اینجا شما رو ناراحت میکنه؟ پشتم حرف زدن فضولی هم. میشه بفرمایید چند وقت مهاجرت کردین؟ 2 سال و 7 ماه. شما بیشتر دوستاتون اینجا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ بیشتر ایرانی هست. به نظر شما چه تفاوت‌های رفتاری بین ایرانی‌های داخل کانادا و ایرانی‌های داخل ایران هست؟ بهترین ورژنشون رو ایرانی‌ها اینجا سعی میکنن نشون بدن. بالاخره خب محیط تاثیر داره، محیط یکم سالم‌تره، بی تاثیر نیستش و یکم شاید یاد میگیرن از خارجی‌ها، چیزای خوب یاد میگیرن، چیزای خوبی هم که خودمون داریم اونا رو حفظ کردن. یکم اینجا با ایرانی‌ها راحت‌ترن تا ایران خودم. به نظر شما ایرانی‌های مهاجر داخل کانادا چه تفاوت‌های رفتاری با مهاجرای کشورهای دیگه دارن؟ الان کانادا مخصوصا حالا تورنتو هم که ما هستیم از 72 ملت دیگه، یعنی از هر جایی هستن. کانادا این اجازه رو میده که اون کالچر خودشون، فرهنگی که دارن رو حفظ بکنن. دوستای خارجیم که مثلا راجع به ایرانی‌ها میپرسم چه جوری فکر می‌کنی، بیشتر آدمای خوش‌پوش، عشق و حال کن و پولدار اینجوری ما رو میشناسن. کدوم ملیت به نظر شما بیشترین تشابه رو به ما ایرانی‌ها داره تو کانادا؟ میدل ایسترنا دیگه، حالا چه ترکیه باشه چه عربا باشن، افغانستانی‌ها و یه سری مردم که از اون ناحیه اومدن خب بیشتر شبیه اون. شما قرار باشه یک دوست غیر ایرانی پیدا کنین، ترجیح میدید ملیتش کجایی باشه؟ هر جا فقط سالم باشه. نمیدونم، فرقی نمیکنه، با همه اوکی ام. از هر جایی که فکر کنید دوست دارم. نیوزلند، کره، اروپایی، آمریکایی و همه باحالن. درست.